حکایت جذاب و شنیدنی پیر خرابات و جوان صوفی از کتاب اسرارنامه حکیم عطار نیشابوری. میگن یه روزگاری تو نیشابور یه جوان صوفیوار زندگی میکرد. جوونی که همه عمرش رو پای ذکر و دعا گذاشته بود. صبح تا شب روزه، شب تا صبح بیداری. از بس سجادش و خیس عرش کرده بود، رنگش رفته بود. ولی با همه اینا یه چیزی تو دلش میجوشید. یه بیقراری، یه خلأ که پر نمیشد. یه شب دم غروب بین حرفای مردم شنید، میدونی؟ کنار شهر یه پیر خرابات نشین هست. ظاهرش به هیچ صوفی نمیخوره، ولی میگن کارش درسته. این آدم به حقیقت رسیده. جوونه گفت، کجای دنیا همچین چیزی دیدن؟ پیر خرابات نشین؟ اونیم صاحب حقیقت؟ من که سالها عبادت کردم، هنوز حیرونم. اون چطوری رسیده؟ بذار برم و حسابی نصیحتش کنم. جوون راه افتاد، رفت تا رسید به خرابات. یه گوشه خلوت پر از سایه روشن، بوی خاک نم خورده، یه سکوت عمیق. پیر اونجا نشسته بود، همینجوری ساده، بی تشریفات. انگار سالهاست همینجا نشسته. جوون جلو رفت، با لحن نصیحتگونه گفت، پیر جان، تو که پیر این شهری، چرا اینجوری؟ چرا اهل آداب نیستی؟ چرا مثل صوفی ها ذکر نمیگی؟ چرا لباس درست نمیپوشی؟ چرا مجلس خرابات میری؟ این کارا راه آدمو میبنده. پیر آروم سرشو بلند کرد. یه لبخند ریز گوشه ی لبش نشست. اونجوری که انگار 1000 بار این حرفها رو شنیده. گفت، پسرم، تو هنوز تو ظاهر گیر کردی. لباس منو میبینی، دل منو نه. جوون پرید وسط حرفش. بابا این حرفا چیه؟ تو پیر طریقتی. آدم باید ظاهر و باطنش یکی باشه. اینکه همینجوری رها باشی چطور راه حقه؟ پیر خندید. خنده‌ای نه مسخره نه سرد. یه خنده آرام از سر فهم. گفت، تو هنوز نفهمیدی اصل قید چیه. تو فکر میکنی من بی قیدم؟ نه پسر، من از قید خودم رستم. تو هنوز تو قید خودت موندی. جوون گفت، چطور همچین چیزی رو ثابت میکنی؟ من چطور بفهمم حرفت راست یا خیال؟ پیر گفت، اگه مردی یه جرعه از جام من بخور. جوون جا خورد. جام؟ من که سالها لب به این چیزا نزدم. صوفیم، اهل پرهیزم. پیر آروم گفت، همین مشکل توه. تو صوفی نیستی. تو فقط اسم صوفی رو میپرستی. تو به خودت چسبیدی، نه به خدا. اگه جرأت داری، یه بار هر چی یاد گرفتی بنداز دور. یه بار بدون قاعده ببین دنیا رو. اون وقت میفهمی حقیقت چیه. جوان دودل شد، اما یه چیزی درونش میگفت، اگه این مرد بیمایه بود، اینقدر مطمئن حرف نمیزد. یه چیزی هست. گفت، باشه، جام رو بده. پیر جامی آورد. یه جام ساده، نه زر، نه نگین، اما برق عجیبی توش بود. گفت، این جام آینه است. به ظاهر شراب، اما در حقیقت خودت رو نشونت میده. جوون جام رو گرفت. دستش لرزید. پیر گفت، از جام نترس پسر. از خودت بترس. این جام فقط نقاب تو رو برمیداره. گویا این حرف از ته وجودش بلند شد. جوان جرعه‌ای نوشید. همون لحظه انگار 1000 پرده تو دلش پاره شد. یه صدای درونی، اون صدایی که همیشه خفش میکرد، داد زد. تو سالها عبادت کردی، نه برای خدا، برای خودت. برای اینکه بگن عابدی، برای اینکه بگن سالکی، نه برای عشق، نه برای حقیقت. تو عاشق نام بودی، نه راه. جوون از شدت ضربه نشست زمین. دستشو گذاشت رو صورتش و زد زیر گریه. پیر آروم کنارش نشست. گفت،
دیدی؟ من بیراه نیستم. من فقط راه ظاهری رو ول کردم. راهی که تو رو به غرور میکشونه. من فقط از اسم و رسم آزاد شدم. تو هنوز اسیر نامی. اسیر این که چی میگن، کی چی فکر میکنه. اسیر ظاهری و خیال. جوون حق حق کنان گفت: پیر، من اشتباه کردم. من هیچی نبودم. منو راه بنداز. من شاگرد تو میشم. پیر دست گذاشت روی شونش. شاگرد من شدن مهم نیست. شاگرد حق شدن مهمه. از امروز نه به اینجا بیا، نه به خانقاه. به دل خودت برو. اونقدر برو تا جایی برسی که جز خدا هیچ کس نباشه. هیچ نامی، هیچ مقامی، هیچ لباسی. وقتی به اونجا رسیدی، اون وقت تازه اول راهی. جوون بلند شد. سبک، آزاد. انگار یک کوه از روی دوشش برداشته بودن. پشت سرشو نگاه نکرد. گفت: حالا فهمیدم. ظاهر هیچ چیز نیست. دل همه چیزه. و رفت. برای همیشه یه آدم دیگه. دوستان، خوشحال میشم کانال من رو دنبال کنید تا یک حکایت دیگه. بدرود.